رسول الله علیه السلام فرمودند: جبریل نزد من آمد و فرمود: ای محمد، زندگی کن آنگونه که می‌خواهی، زیرا که از دنیا خواهی رفت. و هر کس را که می‌خواهی دوست داشته باش، زیرا که از او جدا خواهی شد. و هر کار خیری را که می‌خواهی انجام بده، زیرا که اجر آن به تو میرسد. و بدان که منزلت مؤمن به برپای قیام شب بستگی دارد و عزت مؤمن بی‌نیازی اوست از دیگران. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب مفلحون سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.